میگه اگر به سوی یک زنک پیامبر گفت این سخنی من نیست که خواهرای ما از ما خفه شوند. میگه به سوی زنک اگر همین قدر نیکی 50-60 سال خدمت کردی ثم رأت منک شیئا، بعد میگه یگان یکی نرسید یا شرایط نشید یا اینکه مقصد خی همون ترتیبی که آمد بود همون ممکن که یکم ترک تنفس شد باینده. بعد میگه چی میگه این زنک؟ میگه که ما رأیت منک شیئا قط، میگه ای مردک من ایمیت هیچی ندیدم، عمرم قطیت خزان شد. 50-60 سال دادی میگه آمد همین یک لحظه که شاید خیلی آدمی داخی دویم آخی مقصد خیلی آدم دویم کساش پری پول نیست که دویم یک خیل نمیشه وکو. میگه همین اندک چیزی که نرسید، بعد میگه ای مردک من هیچی اصلا ندیدم. برای همین حضرت همین چیزها را یادآور شد که خلاص مادرها و خواهرها عزیز شما از دوره همین ها نباشید تا زیرا با همین سخنهاتون شما همه تا وارد جهنم میشید. خدا کنه خواهرای ما را، خدا کنه کلینا که از زمره خواهری باشه که گوییم همیشه از زبانهاشون سخنهای نیک بیرون شوه و مادرای خوب باشن، مادرای ناز باشن، مادرای خداشناس خدا ترس باشن. خدا خواهد انشاءالله بعد دیگه خوشبختی و بعد اون شیرینی زندگی را هم مردک برادر عزیز احساس میکنه. خدا هم باز همی توی مبارک کنه و خاتمه کار همه ما و شما را بخیر کنه. آمین یا رب. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، به اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. تحقیق دوزخ است. خداوند قوت و قدرتش میده شفاعت کردن. برای چی قدر الله را دوست می‌داریم، ما بالا میشنونیم، حرمت میکنیم، احترام میکنیم. در خونه‌مون چیزی که خودمون قریزان گلگون نمیخریم بهتری شود پیشوده میمونیم، همه احترام میکنیم. یا همش به خودش یک سبب داره. علما را میگه شما بستین حتی کی بنده در هم را شفاعت کنید. بیدا که فرق از عالم تا زاهد چیکار فرق است. حال یک حدیثی روایت از حضرت عقبه ابن عمیر بیان میکنیم که حضرت عقبه ابن عمیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بیان کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه پرسیدم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که میگه گفتم که یا رسول الله ما نجات در چیست؟ کدام عمل به جا بیاریم که نجات میابیم؟ نجات از چی؟ نجات از قهر خدا، از غضب خدا، از دوزخ خدا. ما نجات. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سه چیزا بیان کرد. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک و کلا خطیئتک. یعنی سه چیزا. اول چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تو با واسطه اون نجات میابی همین زبان است. زبان امسک علیک لسانک، زبان در تحت کنترل بگیر. یعنی هر چی اومد گفتن نگیر. ولی گویی در شبکه هر خیل برآمده است، هر خیل آدم گپ زدن میگیره. یک ملا برآمد شد میشم همه اول تا آخرش فقط تنقیط ملای، تنقیط مسلمانای، تنقیط صوفیای، تنقیط شیخای، تنقیط دملاهای گیرونده. آیا در دنیا کافر کمه که کم بودی او را بگی که کم بودی فقط مسلمانان میگویی؟ همین در دنیا کافر کمه که تنقیطش کنی؟ یا از خدا بیخبر کمه که فقط تنقیط ملا کنی کم بودی شبکوی خیل کرد و خیل کرد و خیل کرد؟ این بینه. پیامبر میگه راه نجات یکم همین است که امسک علیک لسانک، زبان بر خود نگه دار. زبان فضیلتی داره که اگر کافری که 100 سال عمر دید در همون 100 سالگیش یک بار لا اله الا الله محمد رسول الله اگر از تحت قلبش بگه اگر باور کنه کفر 100 سالش بخشیده می شود و یک کلمه گفتن 100 ساله کفرش نیست می شود.
لیکن مسلمانی که 100 سال با طاعت عبادت و پرهیزگاری و عمل صالح گذارون، یک کلمه بگه که اگر کافر شود مرتد شود، همون 100 سال عبادتش بر هم میخوره. هر چیز با واسطه زبان است. همین زبان است که دوست دشمن میکنه، دشمن دوست میکنه. همین زبان است که گاه انسان خونش خراب میکنه، زنش طلاق میکنه، خودش در عذاب، زن در عذاب، دختر پسر در عذاب، خشتبور در عذاب. همه با واسطه همین زبان است. و زبان هر چقدر به ذکر اگر آموخته شود، عادت کنه، انشاءالله که همون مسلمان گویم اگر زبانش به ذکر عادت داشته باشد، در وقت مردن هم کلمه طیبه و شهادت میگه. اگر به هر حرفی کنه عادت زبانت، به وقت مرگ گوید در دهانت. اگر هر کسی که زبانت عادت کرد، در وقت مرگ عمومی در زبان. اگر به ذکر عبادت باشه، به ذکر قطعی از دنیا گذشته میشه و زبانش میاد. یکی نفری را چند بار گفته مولی در همی قرآن تیپه تکسیس بوده است، همین یک عمر شنبه قرآن مردنش میگه بلند شنبه قرآن گفته هم تجربهش بر اومد. زبان به همون عادت کرده است. نفری را دیدیم که پیش از مردنش بلند حقارت کرده هم تجربهش بر اومد. در همین زبان پیامبر میگه باید که در تحت کنترل عقل باشه. هر چیزی که اومد گفتن نگیری. اول نجات گفت امسک علیک لسانک. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ولی یسعک علیک، خونت به نظام بیار. اگر هر یک نفری ما و شما خونه‌مون به نظام بیاریم، زنا قرآن خوان باشه، دخترها قرآن خوان مستوره و محجوبه باشه، بچه ها اهل قرآن باشه، از حدیث پیغمبر باخبر باشن، از محبت پیغمبر، از تاریخ صحابه یک چیزی آگاهی داشته باشن، این دنیا گلستان میشه. پیغمبر میگه دویم راه نجات خانه هاتون به نظام بیارین، که در خانه ها تعلیم تربیت داشته باشین، که ببینید که در بامداد کو فرزندان نمازشون به وقتش میخونن یا نمیخونن، کو بیگاه همه بچه ها میبراین کجا میرون، قطعی کی میگردن، قطعی کی هم نشینی دارن، همه باید حتما در تحت کنترل باشن. ولی یسعک بیتک. زمانهای صحابه خداوند رحمت و مغفرت چون کنار از اولی باشن، در اویله های صحابه در یک خونه میگفتن که شب ما باید که به تلاوت قرآن بگذرونیم. در یک شب یک اویله قرآن تقسیم میکردن. 1 ساعت پدر قرآن میخون خواب میکرد، 1 ساعت بعد یو مادر میخون، 1 ساعت بعد یو بچهش، 1 ساعت بعد یو دخترش، 1 ساعت بعد یو بچهش کار کرده. 1 ساعت خواب میکردن و همون شب به زنده داری با قرآن قطعی میگذروندن. اکنون امروز خودمون ببینید که چه هستی. همین مرکزهای شهر مردم بعضیش زندگیشون به تلی سریال ها قطعی کردیستن دیگر. الگو عبرت برای زنان نه فاطمه زهرا مونده است، نه خدیجه کبرا، نه عایشه صدیقه. برای مردم میخید چیزی که 99% تلی سریال هایی که خارج هست جهودی را میبرورن، همش یهودی ها میبرورن. از همین باید بخبر باشید. یا زنک میبینی هم خسرش قطعی زندگی رو خواب میکنه، هم بچهش قطعی. یا میبینی که ای زنی را گرفته است، ای خواهریه یا پیله یا چیوره دیگه دو فرق نرخ نمیمونه. همین را که دیدن گرفت همین کار در نظرش سبک میتوه، گویا هیچی گپ نداره. یا همین هندو را که دیدن گرفت یک دهشت هست که پدر ریخته، مادر ریخته، فرزند ریخته، 20 سال 25 سال فرزند تا کلام کنی و پدر و مادر همین خون جگر بخوره، بلوی هم قهیزم دا تال کنی و بزنی علاو خوکسترش کنی. کلاش یعنی سوختگی رنگ کلا پوچی پوسپانده میسوزونن یا سجا شد دست پوچکش یا جوجا شد. این دهشت هست. اینه که همین را مایده که نشون دادن و آموخته شده رفتن میگیرن. پیغمبر میگه ولی یسعک بیتک خانوادت و نظام. و سیریم چیزی که پیغمبر خدا گفت برای نجات گفت و بکی علی خطیئتک، بر خطاهای کردگی گریه. خطاهایی که کردی هممون گناهگار هستیم. اگر بی عیب، بی نقصان، بی کمبودی فقط ذات الله هست خلاص. پیغمبران هم معصوم هستند، گناه صغیره و کبیره پیغمبران ندارند. پیغمبران فقط لرزش دارند، خطا دارند. دیگه غیر اونها همه گناه دارند. خواه اولیا باشه، خواه مفسر، خواه محدث، خواه فقیه، خواه مجتهد، هر کسی که باشه دارند. وقتی که همه که همیره که دارند، پس پیغمبر میگه راه نجات میگه که وعب کی علی خطیئتی.
از خطاهای کردگی گریه که بر خطاهای کردگی که در نصف شب در پیش مردم نیدن را باید تا بخاطی توبه نیم نصف شب در بخی که همه خواب باشن فوریق باشن تبارت که نماز تهجد سر که بر گریه و زوری قطعی همچنان که در نزد پروردگار ایستادگی. حضرت ابوبکر صدیق نمازخوانیش و خشوعش به درجه بیان میکنن که همین نماز که تحریمه رو میبست الله اکبر میگو قرائتش دیگه صحابه میگه نمیفهمیدیم از حق گریه را قرائتش دیگه خوب نمیفهمیدیم حتی از ششم صف میگه همین تپیدن دم حق کردن قلب میگه ابوبکر صدیق به گوش ما میرسید. انا خیلی نماز بخونیم انا خیلی گریه کنیم بر خطاهامون انشاءالله که خداوند بخشنده است مهربان است از پدر و مادر در مهربان است خداوند توی مبارک بگردونه و شهر عروسه امری دروزی با توفیق با برکات و در آینده فرزندای حافظ و کرام خودی ما شریعت نصیب سلامت باشید.